سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 16 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه مشنوع دوست، یک تصنیف قدیمی. امیدوارم که اجراش کنید و از نوازندگیش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، یه لایک ساده بزنید که میتونه خیلی برای من کمک کننده باشه و به من انگیزه بده. کامنت بذارید، این ویدیو با دوستاتون به اشتراک بذارید، هم به من انگیزه بدید هم به دیگران کمک بکنید که این ویدیوها رو ببینن و استفاده کنن. یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من هست و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 16 6 8 و به صورت 1 2 3 4 5 6 شمرده میشه. دیگه جزئیاتش رو قطعا بلد هستید و اگر بلد نیستید حتما اول قطعه کتاب شیوه سنتور نوازی رو کار بکنید که اون نکاتی که باید در مورد حالا اون اصول اولیه 6 8 بدونید رو اونجا یاد بگیرید و بعد بیاید سراغ این قطعه. خیلی خوب، از اول شروع میکنیم و اگر نکته‌ای داشت در طول قطعه با هم بررسی میکنیم. خط اول میتونه جمله اول ما باشه. یه سول زرد داریم و بعدش ر ر فا ر می می ر دو سی دو ر ر دو سی دو ر. اجراش میکنیم روی ساز. سول ر ر فا ر می می ر دو سی دو ر ر دو سی دو ر. دیگه اینا رو میشناسید. نوتی که تی داره باید ریز گرفته بشه، نوتی که تی آر داره باید تریل گرفته بشه. با شمارش میزنیمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خب میریم سراغ خط دوم. سول ر ر فا ر ر می می ر دو سی دو ر ر دو سی دو ر. خط دوم خیلی شباهت داره به خط اول، فقط توی میزان دومش متفاوته. توی میزان دوم توی خط اول 3 شماره ریز میگیریم، یه نوت سیاه نقطه دار داریم و 4 5 6 میشه میمیره. توی خط دوم 2 شماره فقط ریز میگیریم و ضرب سوم فقط یه دونه تک روی نوت ر میخوره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ خط سوم. خط سوم و خط چهارم دوتاشون میتونن یه جمله رو تشکیل بدن که حالا با هم براتون اجراش میکنم. سول ر می می ر دو سی دو ر ر دو سی لا سی دو دو سی لا سولا سی دو. جمله بعد یه نوت میاد پایین تر و تمومش میکنه. سول دو ر ر دو سی لا سی دو دو سی لا سولا سی دو سی لا لا سول سول. میزنیمش. سول ر می می ر دو سی دو ر ر دو سی لا سی دو دو سی لا سولا سی دو. سول دو ر ر دو سی لا سی دو دو سی لا سولا سی دو سی لا لا سول سول. شمارش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این AB که اینجا گذاشته اول خط سوم و آخر خط چهارم به خاطر اینکه قراره بعد باز دوباره به این جمله مراجعه کنه، دوباره تکرارش کنه. اینو اینجا علامت گذاری کرده که بعد دوباره تکرارش کنه. حالا میبینیمش جلوتر. خب خط پنجم. سول سول دو سی لا سی لا دو سی لا سی لا سی دو ر دو سی لا سی دو سی سی لا لا. اجراش میکنیم روی ساز. سول سول دو سی لا سی لا دو سی لا سی لا سی دو ر دو سی لا سی دو سی سی لا لا. اینجا حواستون باشه روی این نوت لا که تی داریم براش 8 گذاشته، یعنی که اول تک بزن بعد ریز بگیر و بعد خط اتصالی که بین این لای چنگ و لای بعدیش که سیاه نقطه دار هست وجود داره، معنیش اینه که باید ادامه ریزی که روی لای چنگ میگیریم روی نوت سیاه نقطه دار ادامه پیدا کنه. یعنی عملا شما روی شماره 3 یه تک میزنید و بعد شروع میکنید به ریز گرفتن و این ریز رو روی 4 5 6
ادامه میدید. یعنی این میزان آخر به این شکل میشه، میگیم 1 و 2 و 3 4 5 6. 1 و 2 و 3 4 5 6. من 3 رو که میذارم میگم 3. حالا 4 5 6 هم همونجوری رو ادامه میدم، 1 و 2 و 3 4 5 6. اینو پس نکته این درسه که باید مواظب باشید که رعایت بشه. با شمارش اجراش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 و 2 و 3 4 5 6. یه تکرار هم داره این قسمت. حالا اینجا میبینید بعدش یه آبی گذاشته، یعنی بعد برگردیم از خط سوم تا پایان خط چهارم رو دوباره اینجا تکرار بکنیم. و جمله بعد سل ر فا فا می ر دو ر می می ر، خط آخر دو سی دو ر ر دو سی دو ر فا می ر ر دو ر. اجراش میکنیم. سل دو فا فا می ر دو ر می می ر دو سی دو ر ر دو سی دو ر فا می ر ر دو ر. میشماریمش. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6. بسیار عالی. و بعد دوباره اینجا دوباره یه AB داریم که برمیگردیم از خط سوم تا پایین خط چهارم رو تکرار میکنیم. براتون یه دور کاملش رو اجرا میکنم با مترونوم. میدونید که برای با مترونوم زدن این قطعه 6 که حالت دو ضربی ترکیبی دارن باید روی دو ضربی بذاریم. سرعت قطعه رو گفته 74. من مترونوم تنظیم میکنم روی 74. با هر ضرب مترونوم باید 3 شماره بشماریم. پس 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. یک ما میفته روی ضربی که ضرب اصلی هست و حالا یا زنگ میزنه یا صدای متفاوتی داره روی مترونوم‌های مختلف. 4 میفته روی ضرب دوم مترونوم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بسیار عالی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تمرین کنید این قطعه رو. خیلی خیلی عالیه. داریم به جاهای خیلی خوبی میرسیم. هی تکنیکا داره اضافه میشه و به زودی ردیف رو با هم دیگه شروع میکنیم. اونجا تکنیکا رو بیشتر میبینید و وقتی اونا رو کاربرداش رو بیشتر ببینید میتونید اون تکنیکا رو بیارید توی این تصنیف‌ها و ازشون استفاده بکنید که نوازندگی بهتر و حرفه‌ای‌تری داشته باشید. یادتون نره حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، ویدیو رو شیر کنید با دوستاتون، کمک بکنید ویدیو بیشتر دیده بشه و به من هم انرژی انگیزه بیشتری بدید که ویدیوهای بیشتر و بهتری رو براتون تولید کنم. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب منه و این رو اگر از هر پلتفرم دیگه‌ای می‌بینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. خوب و خوش باشید.